صفت انار امسال قناعت بخش نیست. حاصل تا آخر ماه سپتامبر پخته می رسد. انار باغ ملی وحدت نیز مثل سالهای پیش نیست. در باغ این مؤسسه دولتی نوهای محلی انار پرورش کرده می شود. عبدالسمی الیف مدیر صحرا در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت گفت که تمام چاره‌ها را به خاطر با صفت و بی تلفات گرفتن حاصل انار اندیشیده بودند، اما کوشش آنها با آب و هوای طبیعت موافق نآمد. در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت 386 گکتار انارزار موجود می باشد. در ملت‌های نزدیکترین جمع‌آوری انار آغاز گردیده به سردخانه مؤسسه ذخیره کرده می شود. درخت انار با اقلیم گرم مطابق بوده. کشاورزان شهر و ناحیه‌ها همه ساله کوشش می‌کنند که بازارهای داخلی را با این نوع میوه تامین کنند. یعنی انار به کشورهای خارجی صادرات نمی‌شود، ولی از حساب کم حاصلی نرخ بلند شدنش ممکن. عبدالعزیز محمودزاده مدیر شعبه استحصالی سرریاستی کشاورزی در ولایت سوخت گفت سالهای قبلی برای حمایت درختان اصولهای مخصوص را استفاده می‌برند. حالا باشد از حساب رعایت نشدن آن بسیاری از درختان انار آسیب می‌بیند. انار خودک زراعتی سوبتروپیکی، مال گرمی دوست، جای گرم میشه. هم به این نوزیکای به خود خاص شاید در منطقه محل. اگر سالهای پیش گردگر، سالهای پیش 30 سال 40 سال پیش همین درختی هم انجیر هم انار از بس که اقلیم سرد زمستان و سرد می آمد همین های بالا پوش کرده گر میکردن. لیکن مثلا این تغییری اقلیم شد. من 10 سال اخیر به حاضر می جای ما خصوصا شهر نویا خوجان غفور سپیتامین جابر رسول نه انار رو گر میکند خوک پوش میکند نه انجیر که این تغییری علاقه گرم شوی حرارت هوا خودش این معین شده. کشاورزان میگویند که در نتیجه استفاده از اصولهای نو بعضی از کسله‌های درخت انار برطرف کرده شد. از جمله کرم زدن آن یکی از مشکل‌های اساسی به حساب می‌رفت. با گذراندن کارهای فهماندهی سمینار و مشورت‌ها بین دهقانان ولایت آنها توانستند که چندی از کسله‌ها برطرف کرده شود. حاصلناکی انار مثلا نسبت سال پیشتر اگر گویمگر همین کرم انار بسیار موی غم می‌داد. من حاضر علم و چهارهاش همشه برای شروع کتاب و بروده من محکمت علم و ساحه‌ای و متخصص ساحه کردن همین تلویزیون و سمینار رو گذراندیم. من نسبت پیشنهاد حاضر هم صفتی انار رو بهتر شده بازارگیری شده خوردنی باشدگی هم به این اساس همین زراعت انار به سری وقت آبیاری رعایت کردن امین نگاه داشتن حشرات همین ضررشون دوری گل کنیش به. اگر همین دوری گل کنیم و سری وقتی گل نکرده همین انار به مبارزه برینگه و انار سالمه به دست میگیره. در شهر و ناحیه‌های بابوجان غفورов سپیتامین اش جبار رسولов مسجد پرورش انار به راه مانده شده است. کشاورزان بعد پخته رسیدن آن محصولات خود را با تورید چکنه و یک لوح به بازار میبرند. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نعیم ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.